آخرین چهارشنبه ماه صفر روز عزیز و پربرکتیه. 1 مرتبه سوره یاسین رو میخونیم و 100 مرتبه هم صلوات میفرستیم. معجزه رو تو زندگیت ببین. سوره یاسین برای رزق و روزی، برای حل مشکلات، برای گرفتاری، هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، کافیه 1 مرتبه روز چهارشنبه وضو بگیری و 1 بار سوره یاسین رو بخونی و 100 مرتبه هم صلوات بفرستی. اگر میخوای خونه دار بشی، مستعجلی، چند سال در حسرت خونه ای، نتونستی برای خودت خونه بخری، کل به خدا خونه دار میشی. مستاجره، خونه نداره، چند سال در حسرت خونه است، میخوام یک چله خونه دار شدن بهتون بگم که به مدت 40 روز انجام بدی. بعد از هر نماز 29 مرتبه آیه 29 سوره مومنون میخونی. همیشه بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، بعد از نماز مغرب، بعد از نماز عشا حتما 29 مرتبه بشین آیه 29 سوره مومنون رو بخون. خیلی هم راحت، سریع خونده میشه. نیت کن به نیت خونه دار شدن. نماز پرفیض حاجت روایی، حتما این نماز رو 1 مرتبه بخون. حاجت داری، گرفتاری، بچه نداری، خونه نداری، مریض داری، جوان دم بخت داری، ازدواجت سر نمیگیره، بیکاری، حوصلت سر میره، همیشه تو چشمی، کافیه 1 مرتبه این نماز رو بخونی به نیت حاجت روایی. هر حاجتی داری، هر آرزویی داری. این نماز 2 رکعته. در هر رکعت 19 مرتبه میگی بسم الله الرحمن الرحیم و 1 مرتبه هم سوره حمد میخونی. در رکعت دومم همینجور 19 مرتبه میگی بسم الله الرحمن الرحیم. در رکعت دومم سوره توحید رو میخونی. سلام نماز که دادی تموم شد، از جات بلند نشو. 786 مرتبه با تسبیح بگو بسم الله الرحمن الرحیم. از جات بلند نشده حاجت میگیری، حاجت روا میشی. زمانی که قفل باز نمیشه، هر کاری میکنی مشکلت حل نمیشه، گرفتاریت زیاده، درد سرت زیاده، مشکل داری، سردرگمی، از فکر و خیال خوابت نمیبره، کافیه تو دلت نیت کنی و 786 مرتبه بگی بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو صدا کنی. ببین چجوری حاجت میگیری، حاجت روا میشی. 70 مرتبه استغفر الله ربی اتوب الی. انشاءالله که حاجت روا بشین دوستان. برای شفای بیمار، باز شدن مشکلات، کار پیدا کردن، شغل پیدا کردن، به در بسته خوردی، برای گشایش در رزق و روزی فراوون، شهادت آقا امام رضاست. 8 تا شیشه گلاب بگیر، روشون 100 مرتبه بگو یا رضا. بعد شیشه گلابا رو روز شهادت آقا امام رضا پخش کن. اگر نتونستی بری پابوس آقا امام رضا مشهد، میتونی تو محل خودت تو مسجد ببری پخش کنی. حاجتت میگیری، حاجت روا میشی. چند روز مونده تا شهادت آقا امام رضا. این کاری که بهت میگم انجام بده، انشاءالله که حاجت میگیری، حاجت روا میشی. کافیه روزی 100 مرتبه بگی، کافیه 100 بار بگی یا علی ابن موسی الرضا ادرکنی. از امروز بگو تا روز شهادت آقا امام رضا. انشاءالله آقا امام رضا دستت میگیره، حاجتت میده، حاجت روا میشی. باور نمی کنم کسی این چله رو بگیره و حاجت نگیره. از روز شهادت آقا امام رضا تو شروع کن. چله خواهر برادری، وقتی که روز شهادت آقا امام رضا شروع کنی، 40 روز که تموم بشه میشه وفات خانم حضرت معصومه.
انشاءالله که این ذکرها یک پیوندیه که شما زودتر حاجت بگیری، حاجت روا بشی. یک مرتبه هر روز از روز شهادت آقا امام رضا یک مرتبه دعای شریف حدیث کسا رو بخونی و هدیه کنی به آقا امام رضا و 100 مرتبه هم صلوات بفرستی. انشاءالله آقا امام رضا دستت میگیره، حاجتت میده، حاجت روا میشی. نظر تسبیح آقا امام رضا 8 تا دونه تسبیح بگیر، رو هر کدوم 100 مرتبه صلوات بفرست، رو هر کدوم هم 100 مرتبه بگو یا رضا. تسبیحا رو روز شهادت آقا امام رضا ببر پخش کن، ببر مسجد، ببر پخش کن. انشاءالله که آقا امام رضا دست رد به سینت نمیزنه، انشاءالله که حاجت روا میشی. به نیت آقا امام رضا که امام هشتمه برای 8 نفرم این پستو بفرست. 40 تمام شد دوستان، ولی 28 صفر مونده و 29 که شهادت آقا امام رضاست. بس با هم دست به دامن آقا امام رضا میشیم و حاجت دلمون ازش میگیریم. هر حاجتی داری، هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، کافی آقا امام رضا رو صدا کنی. آقا امام رضا دست رد به سینت نمیزنه. نظر نمک برای آقا امام رضا، هر کس میتونه 8 تا نمک بگیره به نیت امام هشتم. هر کس هم نتونست یه دونه هم میشه، یه دونه نمک میگیری، روش 100 مرتبه میگی یا رضا و 100 مرتبه میگی یا فاطمه زهرا. این نمک رو نگه میداری، روز شهادت آقا امام رضا که شد میبری پخش میکنی. انشاءالله که حاجت میگیری، حاجت روا میشی انشاءالله. آش مستاجر آقا امام رضا، محال این آشو بپزی و حاجت نگیری، چون خودم پختم حاجت گرفتم. یکم آش میپزی اندازه 7 تا کاسه. اگر میخوای با من همراهی برام بنویس یا الله.